دوستان عزیز، اگر این تصویر رو نشون بدید، این آقای محیدین کبیری است، رهبر حزب نهضت تاجیکستان که در سفر چند روز اخیرش در کنفرانس وحدت در تهران با قاتل میلیون ها انسان، با قاتل ده ها هزار نفر از اهل سنت، با این جنایتکار ملاقات میکنه و این عکس ملاقات ایشون هست. واقعا باید به اینها تبریک گفت، یعنی این نفاقشون رو، این درویشون رو. من نمیدونم آقای محیدین کبیری با چه روی امروز به ایران میره و با رهبر این آخوند جنایتکاری که دستاش تا آرنج به خون ملت شریف سوریه و عراق و یمن آغشته است، با این دیدار میکنه و به طرف این میخنده. یعنی من نمیدونم به خاطر دنیا، به خاطر $4 که ایران بهت میده، تا این حد مجبور شدی که دین و تو، ایمان تو، عقیدت رو به ایران بفروشی. این هم تصویر همین خبر هست، شرکت ایشون در کنفرانس وحدت، در حالی که در همه دنیا این آخوندهای رافضی دارن اهل سنت رو میکشن، خانه های اهل سنت رو خراب میکنن، کشورهای اهل سنت رو به سوی بحران و جنگ و خونریزی میکشانن. این انسان رفته در ایران برای پابوسی خمینی. نمونه ای از نفاق و بدبختی آقای کبیری و حزب ایشون رو نشون میده که واقعا باید تعجب کرد. اینجا هم تصویر ایشون هست در کنار این پاپ تاجیکستان سید مکرم. حالا این دوتا جالبه که دوتا با هم نشستن، وسطشون هم یک آخوند نشسته و الا این اینو تکفیر میکنه، این اینو تکفیر میکنه. یعنی این دوتا دو قطب متضاد هستن، یعنی با هم دیگه جور در نمیان. سفارت تاجیکستان هم اعتراض رسمی کرده به دولت ایران که چرا از آقای کبیری در اونجا استقبال شده در ایران. منتها نوکر است دیگه. وقتی که به قول عزیزان تاجیک، وقتی خواجهش ندادهد که بیا، باید با سر بدوه. آقای کبیری نوکر آخونده است، یعنی باید بره، مجبور هست، یعنی اختیاری دست خودش نیست. این بیچاره بدبختم که دیگه آقای سید مکرم، اینم که وضعیتش برای همه عزیزان تاجیک آشکار است. وقتی که حالا جالب اینجاست که خود امام علی رحمانوف داره میره عربستان، چون که این روزا وضعیت اقتصاد ایران خیلی خرابه. این جنگ سوریه و جنگ عراق و جنگ یمن واقعا یعنی مصارف واقعا کمرشکنی داشت برای ایران. یک کمی کم شده به اصطلاح شهریه این نوکرهایی که در کشورهای مختلف داشتن. به خاطر همین حالا جدیداً آقای رحمانوف داره میره عربستان سعودی، شاید بگه که دیگه قبله خود بعد از این سوی دیگر میکنم، شاید قبلش رو عوض بکنه از ایران به سوی عربستان. به هر صورت این آقا به نمایندگی از حکومت رفته و اینم به نمایندگی از حزب نهضت و به اصطلاح مخالف حکومت، که این دوتا با هم دیگه درگیرن. اینا نشون میده که چقدر امت اسلامی باید فریب امثال کبیری و غیر کبیری رو بخورن، چقدر جوانهای امت باید قربانی بشن به خاطر دروغ‌ها و نفاق‌های اینها، چقدر از جوانهای امت اسلامی باید فدا بشن به خاطر این منافقینی که امروز در جامعه اهل سنت به ساز شیعیان و روافض تهران میرقصن. این آقای کبیری و امثال کبیری کسانی هستند که حاضرن عزت و شرف و وطن و اهل سنت و همه چیز خودشون رو فدای خامنه‌ای و امثال خامنه‌ای بکنن. الله سبحانه و تعالی شر اینا رو از سر امت اسلامی دور بکنه.